دادگاه رستم و شاهان ساسانی یکیست، شوکت شاهنامه و فرهنگ ایرانی یکیست، ارزش خاک بخارا و سمرقند عزیز نزد ما با گوهر و لعل بدخشانی یکیست. ما اگر چون شاخه ها دوری از هم نیست، ریشه کوه‌یابی و بلخی و تهرانی یکیست. از درفش کاویان آواز دیگر میرسد، بازوان کاوه و شمشیر سامانی یکیست. مکتب هندی، عراقی و خراسانی یکیست. فرق شعر بیدل و اقبال و غالب در کجاست؟ رودکی و حضرت جامی و خوانی یکیست. مرزها دیگر اساس دوری ما نیستن، ای برادر اصل ما را نیک میدانی یکیست. تاجیکی یا فارسی یا خویش پنداری داری، این زبان فارسی را هرچه میخوانی یکیست. چیست فرق شعر حافظ با سرود مولوی؟ مکتب هندی، عراقی و خراسانی یکیست. فرق شعر بیدل و اقبال